هر بار نگاه فاطمه به این دیوار افتد جگرش خون می شود. او روزی نیست باری به این خانه ندارد و فکری بازسازی او را نکند، اما توانی بازسازی آن را ندارد. از همین سبب نگاه میکند و میرود. به خانه دیگرش جرأتی وارد شدن را ندارد. سقف خانه فرو رفته مکان زیستش را کاملا از بین برده است. اینها پیامد سیل مهمی هستند. درد و درد هم جای استقامتم نرسه. یارا یاردم نمیتونن تمام نکنه. اما جای چی من گفتم یاردم بتونن که سرم پناه کنم. جا ندارم که سرم پناه کنم. در نمیجا اشتگیم همه قمه شما که دل جگر من سوخت رفته و رفته و دختر چی کدای نمیتونم یگون کس به داد من نمیرسه. از روزی سیل جای زیستش در این گرمای سال بالای همین گلمی روی حولی است. او میگوید دیگر جای رفتن ندارد و مجبور است زندگی رو همینجا گذراند. آن سیل ضررآور همه دار و نداری فاطمه رو به هم زد. سیل در جای نجای استخوان چپا کرد. یا میده تخته پخته بچه خرید او تخته را برد. خیلی هم سویانی میشه خفیدن نمیشه برد. این همی چهارمغ 1,500 من سودا میکرد. نه چهارمغ سوزان زرد کرد. خانه اگرات همه را جزیر کرد. این همی خاکی هم سیل استودگی. خانه فاطمه یکی از 4 خانه است که در سیل مهمی بیش از همه ضرر دیده است. مقامات این ضرر را 83,500 سومانی حساب کردند. او چند پیش شکایت داشت که مقامات برای بازسازی خانه‌اش کاری نمی‌کند. حتی در فکر آن بود که با آمدن فصل سرما چی خواهد کرد. حالا حکومت محلی 80 قبچه سمنت و فکری بازسازی خانه‌اش را دارد. این هم نماینده جماعت خدایا رجبوف است که کمک‌های رسیده را تقسیم می‌کند. آدانه تخته اومدگی ای همین روز بعد یابید بریم بگیریم. نما بکورشیدم او تخته اینجا арматурай, симай, арубаҳай, ҷои хубай, хай хирукара гирифтем. پیش از این به هر خانه ضرر دیده کمک‌های پولی رسانده شده است. به خانم فاطمه همچون ضرر دیده 800 سومانی و اردو روغن داده‌اند. ضرر دیدگان دیگر هم می‌خواهند که مقامات هر چه زودتر کمکشان کنند. این هم خانه معیوب نظیرمند محمد علیوف است که از سیل آسیب دیده است. خانه او در روبروی خانه فاطمه است. حالا حکومت محلی با او هم سیمنت آورده است تا خانه‌اش را تعمیر کند. اما این معیوب میگوید که خانه‌اش آسیب جدی دیده است. زندگی در آن خطرناک است. روز برای هویش رسید. این اون طرف در اون خانه هویش رسید. با خدا همین کم دستگیری ممکنه که مقصد همین خشتمون بتن. وقتی همین خشت چیز کنم دیگه انشالله دیگه شب می‌آیونه اکاجام نبریم ببینه نوجد. این هم خانه شیرخان صدیروف است که سیل کولان چپا کرده بود. حالا خانه او را از صفر بنیاد کرده ایستادند. در حکومت واسه گفتند در دهه کوچباغ 1 خانه پوره و 3 خانه نیمه از بین رفته‌اند. در خانه های نیمه جمیله سعیدова، جمشید شویموف و فاطمه رحمانова شاملند. رئیس ناحیه واسه گفت که به هر ضرر دیده یاری رسانده خواهد شد. خانه یادانو سرپویزه را با دستگیری تشکیلات منصور نقشه کرده تحقیقی شد خب شغال پر میکنن علاقه 20,000 دلار خیشتی تمام از سوی مقامات بوده یادان کرده خانه دیگه شد 1 تو سیمنت و دیگه وگیره یادان کرده. بهار امسال در بوسه 18 بار سیل آمد. منصبداران ناحیه میگویند در 10 ساله اخیر چنین سیل زیاد را به قید نگرفته بودند. در آنها کمش 200 خانه آسیب دید. طلب ساکنان هم مثل فاطمه و نظیرمند معیوب همین است که کمک‌ها هر چه زودتر رسانده شود تا آنها در فصل سرما سرپناهی داشته باشند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه.